خبرهای اقتصادی امروز 14 اکتبر در پیام تیوی. حکومت تاجیکستان از پلاته پایانی پارلمان جمهوری خواسته است که برای گرفتن قرض دولتی در حجم 1 میلیارد سومانی حدود 100 میلیون دلار راضی شود. در قرار دخلداری حکومت که در پورتال اطلاعات حقوقی وزارت عدلیه نشر شده است، به گرفتن قرض از بانک ملی تاجیکستان با معیار امتیازناک 2% سالانه اشاره می شود. مشخص نیست که حکومت برای چه احتیاجات صرف کردن مبلغها این قرض را میگیرد. همچنین در لایحه قراری پلاته پایانی درباره دادن رازیگی به حکومت جمهوری تاجیکستان برای گرفتن قرض دولتی که در پورتال اطلاعات حقوقی وزارت عدلیه نشر شده است، چنین معلومات وجود ندارد. حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 ایول سال 2022 طبق معلومات وزارت مالیه تاجیکستان 3 میلیارد و 700 میلیون دلار را تشکیل داد که به 42.8% مجموعی محصولات داخلی جمهوری برابر است. در حجم عمومی قرض دولتی کشور 12% قرض داخلی و 88% قرض بیرونی می باشد. تا 1 ایول سال روان قرض داخلی 500 میلیون دلار 4.7% از مجموعی محصولات داخلی را تشکیل داد که حجم عمومی قرض خارجی 3 میلیارد و 200 میلیون دلار 41.6% مجموعی محصولات داخلی می باشد. همین طریق اگر این 100 میلیون دلار قرض گرفته شود، حجم قرض داخلی کشور 20% و قرض دولتی در مجموع 2.7% زیاد می شود. درآمد بودجه محلی در ولایت سوخت از نقشه پیش بینی گردیده بر زیاد اجرا شده است، اما در همین حال نقشه خراجات پر عملی نگردیده است. در 9 ماه سال 2022 نقشه درآمدهای بودجه دولتی به نظر داشته انداز اجتماعی در ولایت سوخت بیش از 2 میلیارد و 752 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در این باره دفتر مطبوعاتی حکومت سوخت خبر داده افزود که این نشان داد نسبت نقشه قریب 6% یا بیش از 147 میلیون سومانی زیادتر می باشد. تاکید شده است که نقشه درآمد بودجه دولتی در ولایت سوخت به مبلغ بیش از 2 میلیارد و 605 میلیون و 200 هزار سومانی تصدیق گردیده بود. در مورد بودجه محلی ولایت سوخت اطلاع داده شد که به جای 1 میلیارد و 821 میلیون سومانی پیش بینی گردیده 1 میلیارد و 886 میلیون سومانی وارد شده است. منبع افزوده که این نشان داد از نقشه تصدیق گردیده نزدیک 4% یا قریب 65 میلیون سومانی زیاد می باشد. نقشه قسم خراجات بودجه محلی که 1 میلیارد و 867 میلیون سومانی پیش بینی شده بود، پر اجرا نشده به 1 میلیارد و 862 میلیون سومانی یا 99.8% نقشه برابر شده است. حکومت ولایت سوخت میگوید در بودجه ولایت چون پیشتر افضلیت به ساحه‌های اجتماعی داده شده است. تاکید شده است که این نشاندهی خراجات در بخش اجتماعی بیش از 80% صرف عمومی بودجه‌های محلی ولایت را تشکیل می‌دهد. در 9 ماه سال روان صادرات محصولات از ولایت سوخت به خارج کشور 1.9 برابر افزایش یافته است. طور دفتر مطبوعاتی رئیس ولایت سوخت خبر داده است حجم عمومی گردش سودا در 9 ماه سال روان به 11 میلیارد و 218 میلیون و 700 هزار سومانی و خدمات رسانی پولکی به 3027.8 میلیون سومانی برابر شده. سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال 2021 متناسباً 4.7 و 10% را تشکیل داده است. طبق اطلاع منبع حجم گردش سودای خارجی ولایت در ماه‌های ینور سپتامبر سال 2022 به 2 میلیارد و 300 میلیون و 100 هزار دلار رسانیده شده. سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته 43.1% تامین شده است. حجم واردات 1574 میلیون دلار را تشکیل داده نسبت به همین دوره سال قبلی 313.9 میلیون دلار یا 26.4% افزوده است. صادرات محصولات از ولایت در این دوره 792 میلیون و 700 هزار دلار را تشکیل نمود که نسبت به همین دوره سال گذشته 378 میلیون دلار یا 1.9 برابر زیاد می باشد. همزمان مقامات ولایت سوخت خبر داده است که در دوره حساباتی به اقتصادیات ولایت به مبلغ 171 میلیون و 750 هزار دلار سرمایه گذاری وطنی و خارجی جلب گردیده. سرعت افزایش نسبت به همین دوره سال 2021 18.4% تامین شده است. از جمله به مبلغ 153 میلیون و 150 هزار دلار سرمایه خارجی
و به مبلغ 18 میلیون 600 هزار دلار سرمایه وطنی به ساحه‌های گوناگون اقتصادیاتی ولایت روانه کرده شده است. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به پول ملی سامانی برای امروز 14 اکتبر مقرر کرد. قربی رسمی 100 روبل روسی در تاجیکستان 15 سامانی و 85 درم می باشد. بانک ملی تاجیکستان قربی 100 دلار ایالات متحده آمریکا را 1021 سامانی و 90 درم و 100 یورو را 995 سامانی و 33 درم مقرر کرده است. نرخ نفت خام. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های لندن 94 دلار و 48 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در بیرژه های نیویورک 89 دلاری رسا معامله شد. نرخ طلا. قرب طلا در بیرژه های لندن صبح امروز 1665 دلار و 33 سنت برای یک اونس تعیین شد.